اینکه جوونا میرن سمت گل و میگن دنبال اون آرامشین به این دلیله امیدشون رفته سمت ناامیدی و در این حالت انسان میره سمت جایگزینی. معنا، معنویت، عرفان، دینداری. این چهارتا رو واسه من بگید اصلا چی هن؟ فرقشون چیه؟ شما معنویت رو در چی میبینید؟ شما فکر کنید برای بچه 10 ساله دارین صحبت میکنین. معنویت چی؟ اصلا من به چی باید بگم معنویت؟ این خیلی برام مهمه. بچه‌ها باید از درون آرامش داشته باشن. چرا نمیگی معنویت الان داره سمت مذهبیت میره؟ چرا همه چیزو ما تو مذهب میبینیم؟ چرا از آرامش بچه‌ها صحبت نمی‌کنیم؟ بچه‌ها الان از ریشه بیمارن. الان ما داریم بحث مذهبو میکشیم و نسل جدید دنبال نصیحت و شعار نیست. چشم ما به یک سری آدمه برای که مثلا ما میگیم دینداران ما و ما میبینیم که اون آدم‌ها دارن دچار خطا میشن و این داخل ذهن ما اینو به وجود میاره که وقتی که این داره خطا میکنه من چه انتظاری از دین داشته باشم؟ خیلی خوش آمدید. اینجا دقیقاً تو همون جایی که باید باشید. اسم برنامه هم چی بود؟ جوانی نو دیگه. یعنی برخلاف خیلی از رویه‌هایی که تا قبل از این وجود داشته، ما با شروع این برنامه به دنبال چی هستیم؟ که حرف شماها رو بشنویم، با هم گفتگو کنیم، نظراتمون رو بیان بکنیم، فارغ از این که اصلا کسی چه شما چه کارشناسان عزیز ما بخواد قضاوت بشه. قرار هست بچه‌ها ما معنویت رو از دو زاویه کلاسیک سنتی یا دینی بررسی بکنیم و از نگاه مقابل که میشه نگاه امروزی. اجازه بدید قبل از این که من چیز کنم چند تا سوال از شما بپرسم. حالا یک سوال من از شما میپرسم و دوست دارم خیلی مختصر مفید هر آنچه که به ذهنتون میرسه رو بیان بکنید. بچه‌ها ببینید وقتی میگی معنویت چه چیزی به ذهن شما خطور میکنه؟ فکر میکنم در کل هدف از معنویت و معنا رسیدن به یه جواب برای یه سوال باشه که ما چرا وجود داریم، چرا باید باشیم و این آرامش خاطر میده به انسان. و فکر میکنم که نسل جدید بیشتر با فرم معنویت سنتی مشکل داره، با اجبارش، با الزامش، با فرم خشکش، با چهارچوبش. خب چرا در غرب با یوگا مثلا معنویت رو ارضا میکنن؟ نیاز به معنویت یا همون نیاز به یک دینی داشتن از اجداد ما اومدیم و نیاز به دین داشتن انسان به خاطر این میاد که انسان نیاز داره به این که بدونه چرا به وجود اومده. آقای سید عزیز، خانم راستگو شما مثال نظر بکنید لطفاً. اولا این که یکی از آقایون اشاره کردم به تنهایی و خلوت، اینو بگم که واقعا صحبت حالا لغوی بزرگی بود، این خودش در حیطه یه جمله است. شما میتونی با تنهایی، با خلوت به خیلی چیزا برسی، به اون شکوفایی خودت برسی. اصل و اصالت ما در روح ماست، به روان ماست. این کالبد و اینا در واقع دیزاین آدمیه. شما باید به اون آرامش روحی و روانی خودتون برسین. در واقع وقتی ما خودمون رو پذیرش کنیم، هر کسی رو قرار نیست ما کسی رو تغییر بدیم، ما قراره در کنار هم پیشرفت به وجود بیاریم، قراره همو درک کنیم نه همو تکذیب کنیم. فکر میکنم مباحثی که دوستان مطرح کردن من باب معنویت، بیشتر معنویت رو مترادف با یک دینی قرار دادن. معنویت رو من خودم مترادف با اخلاقی زیست کردن میپندارم. زیست اخلاقی، هر معنویتی هم شاید مطلوب نباشه، ما باید به دنبال یک معنویت درستی باشیم که بتونیم در کنار هم درست زیست کنیم. یعنی معنویت تهش باید، به نظر من معنویت تهش باید برسه به زیست انسانی تر ما در کنار هم. انگار معنویت یه چیز شخصی سازی شده، یعنی هر کسی به طور شخصی داره برای خودش معنویت رو معنا میکنه و اون راهو جلو میره. قشنگش اینه که حالا دوستان اشاره کردن که تا یک جایی که به بقیه آسیب نرسونه اون معنویت شخصی، ما بپذیریم معنویت اطرافیان، عزیزان، دوستانمون رو، ولی جایی که دیگه واقعا به عامه ضرری میرسونه و درست نیست، قطعا باید گوشزد بشه، حتی تغییر ایجاد بشه. به نظر من کلا افراط در هیچ موردی خوب نیست، یعنی مخصوصا چیزی که ربطی به نسلم نداره، ربطی به سن و سالم نداره.
افراط در دانایی، توهم در دانایی، توهم در بینش. یعنی مثل یه شخصی میمونه که 1/4 یک کتابو خونده و فکر میکنه کل اون کتابو میدونه. و معنویت همینه. و به نظر من معنویت وقتی به درجه بالای خودش برسه خیلی چیزا دیگه واسهش پیش پا افتاده میشه. خب بریم سراغ عزیزانمون، کارشناسان محترم. جناب آقای دکتر، جناب آقای نجفی، من به رسم ادب و بر اساس فکر کنم آقای دکتر از سنن از آقای نجفی بزرگتر باشن، من شروع میکنم. آقای دکتر، شنیدید هر آنچه که بچه‌ها و ادراک بچه‌ها از مسئله معنویت بود رو شنیدید. بفرمایید و انشالله که استفاده کنید و نظر شما در حد 5 دقیقه آقای دکتر بفرمایید که نظر حالا ایشون از باب یک متخصص چی هست. چرا ما سراغ معنویت میریم؟ چرا سراغ معنا میریم؟ چون میخوایم خوب زندگی بکنیم. اینو دست کم دریافتیم که زندگی معناداره که در واقع زندگی مطلوبه. یه تعبیر قربان داره، میخواد از روح ملی ما ایرانی یاد کنه، میگه اتوس. میگه ایرانی‌ها یه چیزی دارن میگن اتوس، اون روح ملی. میگن روح ملی همیشه تاریخ یکی دو تا چیز با خودش همراه داشته، حتی قبل از اسلام. میگه یکی این روح به شدت معنویه. این از فرقی نداره از ایران مزدایی تا ایران شیعی. میگه ایرانی‌ها همیشه اون حقیقت پنهان تو طول تاریخ معتقد بودن. ببینید زندگی معنادار لزوما زندگی که مبتنی بر شادکامی نیست، فقط شادی و لذت. چه بسا یک زندگی معنادار که اتفاقا تو با زندگی معنادار هست که خودت رو سر پا نگه می‌داری. زندگی آمیخته با رنج باشه. مولانا تعبیری داره تو غزلیات شمس، داستان فرعون رو مثال میزنه. میگه فرعون خیلی این چیزش رفته بود بالا، این میگه رسما میگه فرعون هار شده بود. میگه به مردم گفت مردم من خدای شما هستم. بله. اینی که میگن انا ربکم الاعلی، یعنی آیه قرآن. میگه این چیزی که بهتون گفتن خدا، این اصلا نسخه فیک، من نسخه اصلیم. بعد میگه این گذشت تا زمانی که افتاد دنبال موسی و موسی از رود نیل عبور کرد. بعد به یک باره لشکر فرعون که اومد این حجم وحشتناک آبو که دید، بعد مولانا میگه چون دم غرقش رسید گفت اقل العبید. اونی که تا قبلش میگفت خدا من پروردگار شما هستم، میگه گفت خدای من کمترین بندگان تو هم نیستم، از اون بنده‌ای که از همه کمتر، من از اون کمترم. میگه چون دم غرقش رسید گفت اقل العبید، کفر شد ایمان رو دید چون که بلا رو نمود. میگه در یک لحظه این ایمان به کفر به ایمان تبدیل شد. و یک لحظه این، یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات اصلا اتفاقا انسان که غرق در عیش و یه تعبیر نیل پستمن داره، میگه زیستن در عیش، مردن در خوشی. یه وقتی آدم با همین خوشی ها تباه میشن، یه وقت انسان ها با لذت بیش از حد و لذت گرایی بیش از حد تباه میشن. میگه گاهی اوقات اصلا زندگی رنجالود این خودش اتفاقا باعث میشه زندگی معنادار بشه. به همین خاطر غالبا آدم هایی که یعنی بستگی تو چطور به اینها نگاه بکنی. یعنی میخوام بگم که حتی خیلی از مثلا ما یه متن تقریبا خیلی مهمی توضیح خودکشی داریم، شاید مهمترین تکس خودکشی تو جهان هست. کتاب دورکیمه. ببین دورکیم جامعه‌شناس معروفی هم هست. دورکیم صراحتا اشاره میکنه، میگه ریشه خودکشی بحران معناست. علامه جعفری میگه من یه زمان رفته بودم میخواستم یه کنفرانس دعوت بشم، بهم گفتن که بیا در راجع به معنای زندگی صحبت کن. گفتم من سوار ماشین شدم، رانندم جلو نشست، من عقب نشستم، گفتم تا برسم به اون سالن بشینم یه سری نوت برداری کنم، یه بحثی آماده کنم. بعد گفت من داشتم چیز میکردم، روی دست انداز یه مثلا روستاییم تو راه بود، گفت این راننده زد رو ترمز، من پرت شدم جلو، بعد ناراحتم شدم، گفتم آقا کم درست برون و اینا. گفت همزمان که این صحنه اتفاق افتاد یهو دیدم یه خواستم ببینم علتش چی بود که اینجوری زد رو ترمز، دیدم یه بچه روستایی مثلا 6 7 ساله، یه بره زیر بغلشه، همینجوری داره خرامان از این عرض آسفالت داره رد میشه. گفت این گذشت، من چند دقیقه رفتم جلو، گفتم چقدر من آدم خلی هستم، من این زندگی این داره میکنه، این داره در واقع زندگی میکنه، من دنبال زندگی تو کتابا هستم. ببین بعضی شاعرها، مثلا من در مورد حسین پناهی زمانی رو میگفتم حسین فرقش با بقیه شاعرها این بود که اونا شعر میگفتن، حسین شعر زندگی میکرد. بله. بعضی از آدما شعر زندگی میکنن. مثلا بعضی از فیلسوفان مثلا نیچه خب یه آدم عجیب غریبه، یه وقتای یه تعابیری داره احساس می‌کنه از خودش ملحدتر نیست، یه بعضی موقع تعابیری داره احساس می‌کنه از خودش عارف‌تر نیست. نیچه یه فرقی مثلا داره با فیلسوفای قبل از خودش، با اسپینوزا، با هگل. مثلا هگل هر چیز داره میخواد بیارش توی نظام مفهوم پردازی. نیچه اصلا این کارو نمیکنه، فقط اون چیزی که میگه زندگی میکنه همونا رو. میخوام بگم که یه چوپونی تو روستا
هیچ وقت بحران معنا نداره. اتفاقا زندگیش غرق در معناست. من مواجهه پیدا کردم با این آدمایی که تو روستا اشایرن رفتم. انسانی که بله انسانی که تو غالبا نه ببین انسان‌هایی که تو جهان سنت دارن زندگی میکنن آدم ببین اصلا پرسش از معنا پرسش مدرنه. چرا میگم که انسان چون عرض کردم گفتم چرا بحران معنا به این شکل مدرنش نداره؟ چون اساسا در جهان سنت پرسش از معنا تولید نمیشه. پرسش از معنا اساسا یک پرسش مدرنه. شما وقتی که با حجمی از مسائل روحی مواجه میشی ببین حالا اینو اشاراتی کرد جهان سنت ما مثلا قیام میگه که از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن. که دیروز که گذشت نمیخواد به فکرش باشی. فردا که نیامده است فریاد نکن. نمیخواد برای فردا آهناله کنی. برنامه‌ده با گذشته بنیاد نکن، حالی خوش دار و اون برباد نکن. یعنی میگه که ما افسردگی غالبا به خاطر چیه؟ حسرت گذشته است. اضطراب به خاطر چیه؟ دلشوره آینده است. دو تا مشکل اختلال شایع تو جهان مدرن بین انسان‌ها. غالبا یا افسردگی یا اضطراب. خیام میگه این تو جهان سنت ببین جهان سنت میفهمید این مفاهیم رو، نه اینکه نمیفهمیده. منتها این براش قابل حل بوده. به همین خاطر ما ببین تو جهان مدرن عرض کردم همه اون موقع هم زندگی خوب ایدئال بود. الان ما میگیم دنبال زندگی خوب میگردیم. نه حالا شاخصاش فرق میکنه ولی اون الان ما دنبال زندگی خوب هستیم. ولی اینو دستی کم فهمیدیم که جهان مدرن به انسان مدرن، انسان متجدد به همون اندازه که در واقع تونسته بیرون زندگی رو آباد بکنه، ظاهر زندگی رو آباد بکنه، باطن زندگی رو نتونسته آباد کنه. اون تا این که حالا دوستان هم شما فرمودید بحث این که به درون ارجاع بدی بله خیلی مهمه. ببین ما اتفاقا ادیان همین رو میخوام بگم. اصلا چرا انسان ها به شدت به سمت معنویت رفتن؟ چون روشنگری که یه زمانی جهان مدرن دنبالش بود، اینا بحثشون این بود دیگه. دوران روشنگری که قرن 17 و 18 بوده، بحثشون این بود که آقا خود عقل مثل چراغه. بعد یهو دیدن اینو نیچه پیش بینی کرده بود که گفته بود جنگ جهانی اتفاق خواهد افتاد، آدم‌ها به جون هم میافتن. و اون چیز خروجی روشنگری که قرار بود با عقل همه چیزو حل کنن تو جهان و عقل مثل چراغی باشه که کل دنیا رو روشن کنه، ما بتونیم در سایه اون روشنایی مشکلات رو حل بکنیم. من اینو می‌کنم. بعد تای شد جنگ جهانی اول و دوم با 150 میلیون کشته. بعد کم کم این پرسش از معنویت پیش اومد. گفتن احتمالاً این تاکید بیش از حد بر عقل و فراموشی مسئله عشق و فراموشی مسئله معنا و فراموشی مسئله متافیزیک باعث شده که به امروز مبتلا بشیم. به همین خاطر این موج معنویت خواهی پیش اومد. حالا نمیدونم آیین شینتو بود، عرفان پائولو کویلو بود، کاستاندا بود، عرفان سرخپوستی بود، عرفان فلان بود، بودا بود، فلان بود. من میگم حالا اونجا قربان یه تعبیری داره. من میگم که این عرفانی که تو یا معنویاتی که تو جهان خودمون هست که قربان یه تعبیر داره، خیلی تعبیر شاهکاره. میگه که تشیع به منزله حیات انسان اهل معناست. میگه معنا میخواد اتفاقا تو همین جهان بیافت میشه. واژه معنوی اصلا یعنی چی؟ واژه لغویش یعنی حالت باطنی و روحی در مقابل اون شرایط مادیگری. این که ما یک سری کارهای انجام بدیم که این درون ما به آرامش برسه. معنویت یک حالت و ریشه باطنی داره و این معنویت سکولار هم که اومده در مقابل اون معنویت سنتی نگاهش چیه؟ میگه این معنویت بدون از نگاه سنتیه، یعنی یه نگاه جدیدتری آورده که متفاوت از اون ادیانه. حتی بودیسم، حتی تائوئیسم، شاید خیلی از دوستان ندونن، خیلی ما تو ژاپن، کره ادیانی داریم شاید الهی نیستن ولی یک نگاه‌های عرفانی مانندی دارن که اینا تسلی بخش روح انسان امروزه. به همین خاطر این جنبش ها هم بیشتر اگر مطالعه کنید در این مورد بیشتر جذبشون هدفشون هم چیه؟ این جوانانه. شاید نمیرن اصلا آدم مسن خیلی قدیمیه خیلی چیزو جذب کنن، بیشتر هم نگاهشون اینه. قطعاً چون جوانانم دغدغه‌های ذهنی خودشون و شرایط زمانه خودشون یکم جلوترن و دنیای مدرنم به سمتی میره، دغدغه‌هاشون بیشتره، اینها با یک سری اعتقاداتی که برای خودشون به وجود آوردن اینا رو جذب میکنن. خب صحبت‌های شما کاملا درست بود و ما لذت بردیم. دقیقاً ما همینو میخوایم که این معنویت و فارغ از دین و حالا همون کمونیست بودن و سیاست و اقتصاد حتی آپارتاید، ما اصلا چرا باید اینا رو دخول بدیم تو این موضوع؟ معنا در درون ما شکل میگیره، حالا میخواد به هر روش و هر قالبی باشه. اونی که شما میفرمایید حالا چیزی مصرف میکنه و به دیگران آسیب میرسونه اون بیماره، اون باید درست بشه. اما کسی که داره در حیطه خودش و سرش روی کار خودشه، اون زندگی رو معنا میبینه، لذت میبره از هر لحظه، اون کارش درسته. این که
جوونا میرن سمت گل و میگن دنبال اون آرامشین به این دلیله امیدشون رفته سمت ناامیدی و در این حالت انسان میره سمت جایگزینی. این جنبش های جدید در رقابت با ستیز با اون معنویت سنتی شکل گرفتن. همین جواب شما میشه که احساس کردن که اون شرایط موجود جوابگو و پاسخگویی نبوده. دارم حس میکنم که معنویت دینی در ایران اسلامی شیعه داره میاد پایین. بعضی معتقدن که آقا نمیدونم زمان مرگ خداست. زمان نیچه اشاره میکنه، میگه کسی اومد چاقو تو دستش بود، گفتن این چاقو خونی بود، گفت من خدا رو کشتم، تموم شد رفت. بعد که بعضی اینا رو سرایت میدن به یک وضعیت فرهنگی و تاریخی کلی، یعنی آقا کلا دیگه خدا مرده است. آیا تو این زمانه‌ای که مثلا میگن خدا مرده است اینها میتوان همچنان معناگرا باقی ماند یا نه؟ یه عده معتقدن ما سطح معنویت و دینداری افول پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. شواهدی هم میارن، میگن نماز جماعت و نماز جمعه کم شده، روزه خیلی‌ها نمیگیرن، حجاب خیلی رعایت نمیکنن، حضور در مساجد خیلی کم شده، رشد سکولاریسم، یعنی خیلی معتقدن دین باید از سیاست جدا باشه. مثلا اونایی که نه معتقدن که اتفاقا افزایش سطح دینداری ما داریم، یه سری شاهد مثالایی میارن، میگن هیئت‌های عزاداری ما خب خیلی زیادتر شده، یعنی حداقل تو این شهر شاید یاسوج مثلا به نسبت 7-10 سال پیش چند برابر شدن الان جمعیت هیئت‌ها. شب‌های احیا میگن که خیلی استقبال بیشتر شده به نسبت گذشته. اعتکاف مثلا من خودم تمام پارسال بود رفتم شیراز، یه جایی نزدیک حرم شاه چراغ بود، نزدیک یه سالن بود، سالن تقریبا به اندازه شاید بگم مثلا زمین ورزشگاه آزادی بود، کامل پر بود. اکثرا بچهای مثلا بین 7-10 ساله تا تقریبا 10-15 ساله 20 ساله مسن بود، ولی غالبا نوجوان بودن. پیاده روی اربعینی آمار سال 93 1,500,000 نفر ایرانی رفتن پیاده روی اربعینی، سال 1402 4 میلیون نفر. من میگم که هم کاهش هم افزایش به صورت توامان صورت گرفته. حکم کلی درباره وضعیت دینداری و وضعیت معنویت گرایی ایرانیان نمیشه صادر کرد. وضعیت بحرانی نیست اما مطلوب هم نیست. در نسبت با وضعیت جهانی وضعیت ایران خوبه به نظر من. رخدادها مثل شهادت سردار سلیمانی، فوت خانم امینی، اینا در وضعیت‌های دینداری به نظر من تاثیرگذار بوده. و کلا بعضی معتقدن دینداری در ایران کاهش پیدا نکرده، کیفی‌تر شده، متنوع‌تر شده، شیوه‌های دینداری بیشتر شده. میخوام بگم که هر دو گزاره هست. من نمیگم این درست میگه، نمیگم اون درست میگه. اینی که میگی معنویت اومده پایین، آره دلایلی داره. ما الان یه تحقیقات آقا یه سری انسان‌هایی تو این جامعه وجود دارن که دنبال رفاه هستن، اقتصاد خوب هستن، زندگی خوبم هستن، سفرهای خارجی میخوان برن، این نگاهشونه. این ورم یه افرادی داریم نگاه مذهبی داره، نگاه دینی داره، اینم وجود داره. اگر در راستای این مسیر بری اونا ناراحتن، در راستای اینا بری اینا ناراحتن. پس الان یه تعارضی بین این دو گروه تو کشور وجود داره که این تعارضی میتونه رو اون معنویت تأثیر بذاره. مثلا به چطوری که میام مثلا جناب عالی اعتقادی که چیز دیگه است، مثلا میای میگی فلان فرد این شکلی یه حرفی میزنه برخلافته، تو دیگه آقا میگی اینا همه اینجوریه، این نگاه اینجوریه، خود به خود رو ذهن تو تأثیر میذاره، میگه آقا من اینو اصلا قبول ندارم. این نگاه ها هم وجود داره که این تعارضی که با وجود میاد باعث میشه که تو اون جامعه اون معنویته و اون نگاه مذهبی بیاد پایین. الان یه شرایطی به وجود اومده، یه اتفاقاتی رو میبینی که روی فکرت چیز داره تأثیر میذاره، بله تحلیل میکنیم این باعث میشه که اینا هم تأثیر بده. دلایل مختلفی داره. این که من میخواستم از اساتید بپرسم که فارغ از نگاه دینی و سیاسی برای من این 4 کلمه رو معنی کنید: معنا، معنویت، عرفان، دینداری. این 4 رو واسه من بگید اصلا چی هن؟ فرقشون چیه؟ ببینید بچه‌ها، در نهایت معنویت رو شاید مقداری ملموس‌تر که شما فرمودید آقای نجفی احساس میکنیم این بود که هر آن چیزی که باعث بشه ما یک حالت آرامش درونی داشته باشیم و در ادامه آنچه که من از کلام آقای نجفی برداشتم، اگر حالا عرفان این آرامشه به عنوان یک مسکن موقت باشه یا نه یک مسکن دائمی که هر انسانی با همه دغدغه‌های روزمره‌ای که داره همین که سیمش وصله ولو با همه اون اتفاقات باز این حالش خوبه. پس دوستان آنچه که حالا ما گفتیم خواستیم که با یک زبان و فهم مشترکی، حالا من این سوال از شما بپرسم بچه ها، به نظرتون
ما نسل امروز رو معنویت گریز ببینیم یا نه؟ خب یکی یکی اظهار نظر کنه و با دلیل بگیم چرا. آقای اقدسیان میکروفون رو سریع بچه‌ها یکی باشه که آقای استاد نجفی، به نظر من کلا معنویت چیزی نیستش که بشه با کلمات توصیفش کرد، ولی حالا من با چند تا کلمه ساده سعی میکنم برای دوستان توصیف کنم. خب ببینید، شما میتونید درد رو واسه من اثبات بکنید که الان مثلا دست شما درونش داری احساس دردی متوجه میشی، خب مدرکی برای اثبات وجود درد وجود نداره، خب ولی تو میدونی که اون درد رو داری، تو داری حسش میکنی، درسته؟ و من معنویت رو توی این بود دارم نگاه میکنم که هر کسی در وجود خودش میتونه حسش کنه، ولی مدرکی برای اثباتش به دیگران نداره. به نظرم معنویت به معنای آرامشه و نسل جدید دنبال نصیحت و شعار نیست. ما هر چیزی رو دوست داریم بهمون ثابت بشه. سوال من این بود که آیا اساساً فکر میکنید که نسل امروز معنویت گریزه؟ آره یا نه؟ و اگر که نه معنویت گریز نیست از نظر شما، آیا پس یعنی طلب معنویتش در چارچوب خاصی هست تعریف میشه یا خیر؟ من نمیگم نسل امروز معنویت گریزه، من میگم درصد بیشتر جامعه. خب اول همه نظر شخصیمو میگم به واسطه ارتباطاتی که داشتم، اکثر جامعه اصلا نمیدونه معنویت چیه. خب نه اینکه معنویت گریزه، نمیدونه معنویت چیه. اونایی هم که دنبال معنویاتن، اکثر جمعیت گفتن معنویت شخصیه. خب بعد همه منتظرن شخصی که داره راجع به معنویت صحبت میکنه تاییدشون کنه. خب یعنی میگن شخصیه، بعد تقلیدی هم نباشه، ولی منتظرن یه نفر تایید کنه. به نظرم اصلا معنویت تو رها بودنه، تو رهایی از مسائل. من اساسا یا اصلا هدف از جلسه این نبوده که بگیم حتما این معنویت رو شما باید بپذیرید. گفتیم به عنوان یکی از ارکان اجتماعی هر شخصیتی و از ابعاد هر شخصیتی یه نهاد درونی داره. این نهاد درونی همونطوری که ایشون آقای دکتر فرمودن، این اصلا مطالبه گره، اصلا سوال میکنه، میگه آقا همون شعری که شما میگید از کجا آمدنم بهر چه بود و اینا اصلا از اساس با بشر بوده. آن مسئولیت و رسالتی است که یعنی تو ژن‌های ما نهفته است تا این پروسه رسیدن به حقیقت تکمیل بشه و در نهایت ما به اون عالم معنا و حقیقت برسیم. آنچه که برداشت شخصی منه. حالا یعنی نخواستیم بگیم که این هم درسته، میگید که عدم وجود مثلا یک شرایط اقتصادی خوب اجازه نمیده که من بتونم با معنویت ارتباط بگیرم. شما گفتین که مثلا معنویت یا تفکر این نسل ما بعضی وقتا باعث تقابل با مثلا معنویت پدر مادر و یا نسل گذشته میشه، اما این کلمه تقابل اصلا جالب نیست، چون که به نظر من از مشکلات اقتصادی، سیاسی، هر چیزی که واسه ما نسل ما ایجاد میشه واسه همین تقابل. نسل ما یه زندگی عادی میخواد که نرمال باشه، که کسی فکر نکنه که نسل ما یا باش در جنگ یا باش در تقابل یا نمیدونم میخواد باش مخالفت کنه. احساس میکنید عدم وجود معنویت حقیقی، من میخوام صفت حقیقی اضافه کنم بچه ها، عدم وجود معنویت حقیقی به تعبیر خودتون، اصلا نه از هر کدوم از نگاه ها، باعث شده که ما امروز اگرچه نسل مرفهی هستیم اما حالات روحی بسیار پریشان کننده ای داریم که نتیجه صحبت خانم ذوالفقاری شد. خانم ذوالفقاری گفت جوان امروز ما بیماره. قبول دارید که به خاطر عدم وجود معنویت حقیقی ما امروز در این شرایط بحرانی قرار داریم؟ جامعه‌ای که بیشتر رفت به سمت مادیگرایی و اسپریچوالتی، روحانیت و معنویت در اون یه مقداری به روشمندش. اینو اظهار نظر کنید. پیرو صحبتایی که دوستان رد و بدل کردن، من یه سوالی از اساتید ندارم، از همین دوستانی که اینجا نشستن. به این رسیدیم که معنویت چیز خوبیه، این نسل هم خیلی بیشتر از نسل قبلی به دنبال معنویته. سوال من اینه که این معنویت رو کجا و چگونه به دنبالشن؟ یعنی میگن خب آقا روش نسل قبلی غلط بود، اشتباه بود، بیشتر الان به این رسیدن که آقا ما اینها رو نمیخوایم، اینو هم نمیخوایم، ولی خب الان چی رو میخوان؟ خیلی عینی و توصیفی بگن که الان چی رو میخوان و معنویت رو از کجا و چگونه به دنبالشن. آقای رحمانپور میگن که ما اصلا وقت نداریم، معنویت نیست. خانم ذوالفقاری میگن که باید وقتمون رو بذاریم برای معنویت. ما کلا بحثمون این نبود که معنویت نیست،
ایشون میگن معنویت رو در چی میبینید؟ ما همه، یعنی احساس میکنم که اکثرا، حالا چون 100% وجود نداره، معنویت رو پذیرفتیم و قبول داریم. همونطور که گفتیم هر کسی هم به طور شخصی یک راهی، یک روشی برای خودش ساخته که مثلا به اون معنویت برسه. هر کدوم از ما راه‌های مختلفی برای رسیدن به این معنویت داریم و من فکر می‌کنم که واقعا نسل ما معنویت گریز نیست، ولی دین گریز چرا؟ و دلایل خیلی خاصی هم داره. به خاطر اینکه اول اینکه دین با نسل ما حرکت نمی‌کنه، نه فقط نسل ما، با کل مردم حرکت نمی‌کنه و بله انعطاف پذیر نیست. و به نظر من جایی که دین با مردم حرکت نکنه، مردم از دین حرکت میکنن و رد میشن، ازش میگذرن. چشم ما به یک سری آدمه برای که مثلا ما میگیم که دیگه اونا مثلا دیندارانمان، خب، و ما میبینیم که اون آدم ها دارن دچار خطا میشن و این داخل ذهن ما اینو به وجود میاره که وقتی که این داره خطا میکنه، من چه انتظاری از دین داشته باشم؟ آیا علم، ببین مثلا الان بمب اتم خب مصداق سوء استفاده از علم، درسته؟ بمب اتم آره فرمول، ببین بمب اتم فرمول علمی داره دیگه، علم. آیا کسی مثلا میتونه بگه چون الان مثلا از داره بمب اتم ساخته میشه عملا نوع سوء استفاده از علمه، مثلا ما بریم دیگه در علم تخته کنیم؟ میگم به همون اندازه، به همون دلیل که شما وقتی از علم سوء استفاده نمیشه میشه علمو نمیذاری کنار، به همون دلیل هم وقتی کسی از دین سوء استفاده میکنه نمیگه که دین باید از صحنه اجتماعی. یعنی اصلا دین ذاتاً یک نهاد اجتماعیه، ذاتاً یک دین وقتی ده ها گزاره داره در مواجهه با دوست با دشمن، مگه شما میتونید بگین دین سیاسی نباشه؟ حالا این که بله، این که یه عده از متولیان بله به نام دین میان سوء استفاده میکنن، اون به کنار، چنان که از علم هم کردن، مگه نکردن؟ ما نمیتونیم بگیم که این حکم بدیم که آقا دین کلا بیاد بره تو آشیونه خودش. خب دین وقتی احکام سیاسی داره، احکام اجتماعی داره، احکام فرهنگی داره، نمیتونه اساسا یا ما میگم با دین رو با کلیت خودش بفهم. یعنی الان تو خود قرآن یه تعبیر امام داره میگه که آیات اجتماعی قرآن نسبت به آیات فردیش 500 به 1. خب دینی که سراسر مسائلش اجتماعی، معاملات، کارکردهاش یکیش مثلا معنویه. خب ما مثلا اسلام معنوی داریم، اسلام سیاسی داریم، مثلا اینا کلید واژه‌ای که مثلا شما با دین نگاهش اینه، میگه من با صرف توصیه فردی من که نمیتونم مثلا آقا شما الان مثلا اخیر اسرائیل ما حمله کرد، میگه من نمیتونم با اسلام صرفا معناگرا جلوی اسرائیل وایسم، من با طبق آیه قرآن که میگه خودتون رو قوی کنید با سلاح نظامی با فلان، میگه اتفاقا این اسلام سیاسی اینجا میتونه جلوی مثلا استعمار و استثمار رو بگیره. میگه من با اسلام معنویت گیرا که نمیتونم اینجا کاری بکنم. ببینید وقتی که بحث گفتگو پیش میاد میلاد عزیز، همه اظهار نظر میکنن و این کلام و آن مقصودی که هر شخصی در بین واژه‌هاش انتقال میده، این به روح و جان و تن هر شخصی میشینه، این میره فیلتر میشه، از یه صافی رد میشه، هر آنچه که قابل پذیرشه که سر جای خودش قرار میگیره، هر آنچه هم که از این صافی و فیلتر رد نشه که از ذهن همه خارج میشه. ما نمیخوایم بگیم در نهایت، این جنبندی لفظی من این نیست که بگیم کی درست گفت کی غلط، میخوایم بگیم در نهایت فکرای همو شنیدیم، هر کسی از این جلسه که خارج شد، بچه شما آنالیزای بعد از این جلسه در گذر زمان برای شما اتفاق میفته، نه در لحظه. من نظرم اینه که تو جامعه امروز با این شرایط معنویت حلقه مفقوده‌ایه که بین ما و درون خودمون وجود داره. در هر شرایطی نیاز داریم به یک آرامشی. این که بگه حتما نیستش یا اون بحث تقابل و فقر و اینا، یه مباحثی هست بین این افراد نسل جدید و اون نسل قدیم که به نظر من، چون اون اعتقاد دارن که نسل قدیم خیلی تقلیدی با مسئله برخورد میکرد، یه مسئله وجود داره تو این چیز. میگه بعضی از نسل جوان به خاطر اینکه به خانوادهش بقبولونه که داره اشتباه میکنه، عمدن یک مسیر اشتباهی رو میره، به خاطر اینکه خواسته های این نسل جوان به این نسل پاسخگر و پرسشگر برسه. به نظر من یکی باید نظام ما یه دریچه گفتگویی با این نسل باز کنه، صداشو باید بشنوه، باید به خواسته ها چاره بیاندیشه. نه این که مثلا آقای رحمانپور رو من میبینم پر از حرفه های تو دله ولی نمیدونه کجا خالی شه. اگرم خالی بشه اصلا کسی بهش گوش میده. اینجا خوبه که الان بیاد حرف شنیده شه. معنا و معنویت از نگاه من اون چیزیه که باعث بشه کاهش رنج رخ بده.
این رنج حالا به چه طریقی؟ آن چیزی که اون درون تو آروم میشه و اون روح باطنیت با آرامش میرسه میشه معنویت. یکی گفتی دینداری چیه؟ دینداری اینه که یک دینی داشته باشی، بر اساس اصول اون دین یک سری یا احکام، فقه، نمیدونم چیزایی رو رعایت کنی به عنوان دیندار به اون دین. یکی هم گفتین عرفان. این عرفان از دل این ادیان داره میاد، یک سری سیر و سلوک و یه مجاهدت‌های نفسانیه که این میتونه از طریق دریافت‌های باطنی باشه یا یک سری اعمال باشه. مثلا میری تو عرفان میگن آقا به خاطری که به این مرحله از عرفان برسی مثلا باید ریاضت بکشی، فلان بکشی، این چیزا رو میگن عرفان یا همون تصوف، که این تقسیم میشه به عرفان نظری و عملی که میشه از نگاه فکری و بتونی از طریق اعمال مختلف به اون چیزا برسی. ببین من چیزی که برداشت من نه 4 تا مفهوم فرموده: معنا، معنویت، عرفان، دینداری. این معنا مفهومیه که در واقع پشت یک واژه است. مثلا این میز یک مفهوم، یک معناست. این در واقع یک چیز پشت این در واقع حقیقت این میز. آره لغوی و یه وقتی راجع به معنای زندگی هم صحبت میکنم همینه و اونجا اینکه آیا این چیز ارزششو داره یا نه. معنی یعنی اون قدر و قیمت. به نظر من کامو اینو تو آلبرت کامو تو افسانه سیزیوف هم همینو اشاره میکنه. وقتی از معنای زندگی مطرح در واقع میخواد معنای زندگی رو مطرح کنه، معنای زندگی رو میگه. معنای زندگی اصلا معنیش اینه که آیا این زندگی ارزششو داره یا نه. ارزششو داره یا نه که ما در واقع این زندگی رو داشته باشیم. یکم بحث معنویته که در واقع اون تجربه گرایش درونی انسان هست به اون چیزهایی که ورای امر مادی هستن، مثل محبت، مثل آرامش، مثل عشق. در واقع اون حس پیوندی که انسان به مثابه یک جزء با کل داره و در نسبت با در واقع هستی داره و نسبت با امر قدسی داره، اینو هم اسمش میذاره معنویت. عرفان هم نوعی شناخت در واقع. شما همونطوری که مثلا منتها این شناخت از راه مفهوم پردازی نیست. خب بله با شناخت باطنی شهودیه. مثلا میگه من به دلم افتاده که اینجوری شد، این میگم شناخت در واقع شهودیه. مثلا اینکه شما گرسنه هستی مفهوم پردازی که نمی‌کنیم، شهودن این گرسنگی رو در میابی. یکم بحث در واقع دینداریه که اون دیگه التزام به یک سری آیین‌هاست. یک سری مثلا دین میگن 3 تا بعد داره. یکی بعد معرفتیه که سری مثلا نمیدونم توحید و نبوت و معاد اینا رو باید یه سری دادای ذهنی ان، مثل درخت تشبیه میکنن، میگن معرفت و اخلاق و اون عمل در واقع اون کنش، اون معارف در واقع ریشه اون درختن. در واقع ببخشید اون ساقا هم در واقع اون اخلاقه و میوهش هم اون عملیه که ما در چیز داریم، در زندگیمون داریم. ببین بچه‌ها دین علاوه بر اینکه باور تولید میکنه، خب اجتماع هم میسازه، این آدم‌ها رو دور هم جمع میکنه. ما در معنویت فردی ببینید انسان در وقتی که بحران روحی داره، احساس تنهایی میکنه، اون مجبور اون بار احساس تنهایی، بار ساخت معنا رو خودش بر دوش بکشه و واقعا آدم وقتی که درگیر یک بحران شدید روحیه این کار رو به سختی میتونه انجام بده. یا اینکه نبود سنت و تجربه جمعی. ادیان 1000 سال و بیش از 1000 سال در واقع تجربه معنوی رو دارن ما منتقل میکنن و در نبود دین برخی از افراد ممکنه در واقع هم اشتباهات رایج رو تکرار کنن و هم در واقع از دانش نسل‌های قبل در واقع بی بهره بمونن. یکم بحث آسیب پذیر در برابر معنویت‌های کاذبه. ببینید معنویتی که الان رسما داره میگه که تو گل بزن تا ما اون مثلا ما به خدا برسی، معنویتی که داره ولی نسخه‌هاشون هست دیگه تقریبا یه حالت معنوی تقدیری، یا معنویتی که مثلا مصرفی هم میگه آقا معنویت ژله‌ای، مثلا ژله بزن توی یخچال همون گشنه شد. آره دقیقاً. خب این خطر جذب شدن در واقع به شبه معنویت‌ها فرقا و به شدت آسیب‌های اینا بالاست. یکی شکنندگی در برابر بحران‌ها. ببین دین در مواجهه با رنج، مرگ، فقدان آموزهای ساختار یافته داره. مشخصا میگه که در واقع باید چیکار بکنی. در معنویت فرد محور خود فرد باید به تنهایی بار ساختن معنا رو به دوش بکشه. و واقعا کسی که در شرایط بحران روحی هست اصلا منهدم میشه بخواد این کارو بکنه. شعر مدرن اصلا شعر رادیکاله، همش حرفای تند توش میزنن. شعر بیش از اینکه بخواد پاسخ بده پرسش میکنه. شعر نو نیما همینطوره، فروخ فرخزاد همینطوره، شاملو همینطوره، اخوان همینطوره، حسین پناهی همینطوره. حسین یه شعری هست چاوشی هم خوندتش، میگه که آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه والله، ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه والله. بعد میگه که کفر نمیگم سوال دارم، یه تریلی محال دارم، تازه داره حالی میشه چیکارم. این شعر حسین پناهی چاوشی هم خونده. ببین چرا بعد من همش برام سوال بود که چرا حسین یهو به اون نهیلیزمی که خیلی شاعران معاصر بهش دوچار میشن و تقریبا شعرشون به یک بنبستی میرسه، حسین به اون دوچار نمیشه. وسط این پرسش‌های رادیکال و وسط این به ظاهر بنبست یهو یه دوره یک راهی به زندگی حسین باز میکنه. میگه مادر بزرگ گم کردم در هیاهوی شهر، آن نظربند سبزی را. از اینکه نهایت
در واقع همکاری رو داشتیم با و یک بستری برای تفکر بیشتر نسبت مسائل رو برای ما به وجود آورده باشه. همین برای ما کفایت میکنه. هیچ کسی اینجا مطلق دنبال این نبود که من درست میگم یا غلط. در نهایت آنچه که ما فهمیدیم به نظر میرسه معنویت، یعنی در فهم هر چیزی ما میتونیم ورای اون واژه رو بررسی بکنیم، حس بکنیم و لمس بکنیم، یا یک معنای ظاهری، مثلا این آب به عنوان یک ترکیب H2O که توی این بطری پلاستیکی با ترکیب شیمیایی رو من ببینم، یا محتوی این که مایه حیات منه، حداقل حیات فیزیکی من. برید آنچه که ما خواستیم اینو برید برای خودمون تفکیک کنیم، از جمله خود من. مسئله بعدی این بود که معنویت چه از بعد مدرنیته چه از بعد سنت ما با جدید و قدیمش مشکل نداریم. آنچه که برداشت میشه میگه خدا کند که در آخر این جاده آقای نجفی ما به آن حقیقتی که قرار هست و باید برسیم. سپاسگزارم از همه شما، از اساتید عزیزمون که تو این جلسه شرف حضور داشتن، شما که یعنی روشنی بخش این جلسه بودید. انشالله این گفتگوها ادامه داشته باشه و عوامل پشت صحنه که میدونم خیلی اذیت شدن، آقای کاظمی، آقا آریان عزیز، آقا امیر عزیز، ببخشید. سپاس از همگی. انشالله بدرخشید و این مسیر اینقدر تداوم پیدا کنه که ما حرفمون شنیده بشه. خسته نباشید.